سلام دوستان عزیز، خیلی خوش آمدین به یک ویدیو مفید و آموزنده. امروز میخواهم برایتان طریق ثبت نام پاسپورت افغانستان را به صورت آنلاین خیلی دقیق، واضح، قدم به قدم توضیح بدم. خب قبل از اینکه ویدیو را شروع کنیم لطفاً کانال را سابسکرایب کنید، ویدیو را لایک کنید و با دوستانتان شریک بسازید تا از آموزش های بعدی ما خبر داشته باشید. در مرحله اول داخل سایت رسمی ریاست پاسپورت می شویم. بعد از باز شدن زبان مورد نظرتان را انتخاب کنید. در اینجا صفحه اصلی گزینه درخواست پاسپورت جدید را انتخاب می کنید. درخواست. خب دوستان عزیز، اینجا معلومات شخصی تان است. معلومات شخصی تان را دقیق وارد می کنید. نوع درخواست جدید می گیریم چون تجدیدی نیست از ما. تخلصتان را وارد می کنید. همچنان به انگلیسی اسمتان به انگلیسی، نام پدر همچنان به انگلیسی، نام پدر کلانتان را وارد کنید. تاریخ تولدتان را فقط به شانسی انتخاب بکنید چون در میلادی اتومات خودش گزینه دوم می آید. شغل بهتر از خانم خانه بگیریم. محل تولد کابل، سکونت فعلی کابل، حالت مدنی مجرد، نوع پاسپورت تذکره الکترونیکی، نوع تذکره الکترونیکی، نمبر تذکره‌تان را وارد کنید. رنگ مو، رنگ چشم، اندازه قد. اینجا کد تعیین شده از طریق سایت این را وارد میکنید. گزینه ثبت را کلیک کنید. مرحله بعدی که عکس خود را همراه با شخص و یا امضا وارد میکنید. گزینه ثبت را انتخاب میکنید. بعد از این دوستان عزیز گزینه بعدی رو انتخاب میکنید. اینجا ولایتی که میتونید از آن پاسپورت آن رو بگیرید انتخاب کنید. بعدی رو کلیک میکنید. دوباره بعدی. بعد از این دوستان عزیز تا مرحله آخر گزینه بعدی رو انتخاب میکنیم. نوع پاسپورت عادی، جریمه ندارد، چند ساله، 5 ساله. نوع پاسپورت حالت عادی. خب دوستان عزیز اینجا گزینه ثبت را که مرحله آخر است انتخاب میکنیم. در اینجا روی چاپ فرم کلیک بکنید. فرمتان چاپ می شود و در اینجا تاریخ دقیق که ما میتونیم به ریاست پاسپورت مراجعه کنیم اینجا تعیین شده از طریق سایت رسمی ریاست پاسپورت. اگر این ویدیو برایتان مفید بود لطفاً لایک کنید، سابسکرایب کنید و با دوستانتان شریک بسازید. تشکر از اینکه تا این دم همراه ما بودید.